وضعیتی گیر کردیم محسن، چه بدبختی بیا مدارم. بیا جان هر چی به ذهنت میرسه نگو. ما اصلا نمیگم، فقط به ذهنم میرسه، نمیگم بقیه‌اش. گیر نه کردم. میشنوی دیگه. الان مثلا یه فکر بکن در مورد امیر ببینیم نشتی داره یا نه. چی شد؟ هیچ. نداشت؟ فقط در مورد من نشتی داری. بذار فکر کنم دوباره. بابا این محسن با این پک و پوزش خیلی ادعاش میشه. اومده اینجا میگه در مورد من. تو کی هستی که در مورد تو بخواد نشت؟ اومد بیرون؟ من کی هستم که بخوای در مورد من؟ شنیدی؟ شنیدم جناب خان. چیزی نگفت. هیچی نگفتی نه؟ تو هیچی نگفتی. محسن غلط کرد. نه من کاری ندارم. من با تو کاری ندارم. فقط یادت باشه ها. تو هم گرفتار میشی، گیر میافتی. اون وقت بعدا ببینم نشتی داری. محسن غلط کرد. نه کاری ندارم. خب امیر جان نکته هست. محسن یه لحظه تو هم امتحان کن، تو هم نشتی داشت، شاید تو هم نشتی داشته باشی. من ندارم. باگیر شاید داشته. نداری؟ امتحان میکنی. چقدر این جناب خان بدبک و پوزه. دماغشو نگاه کن. یه رفتارای عجیب و غریبی میکنه، اصلا دوست ندارم. چی کار باید بکنم از دستش؟ خجالت بکش. خجالت بکش که یه حرفی فکر راجع به ما میکنی. خجالت بکش. مگه شنیدین؟ ما بچک و پوزم؟ نه دماغ ما مسخره. نه یه دقیقه دستمو ما وجدان ندارم. این حرفا رو تو راجع به ما فکر کردی؟ این رفاقت تو با ما داری؟ جناب خان من چیزی نگفتم. من تو خودت پدر نشتی ایرانی. من چیزی نگفتم. من اصلا نمیدونستم نشتی وجود داره. امیر خان میشه یه روز ما برای مشکل نشتی دوتایی بیام پیش شما؟ خواهش میکنم. در حل میکنید خدمتم. شما توی تلاشمون میکنیم. توی کارام هستین. با هم باید جفتمون رو من زیر آب ببینید مشکل از کجاست. آدمی مستخبر. جناب خان حالا بعدا بگذریم از این مسئله. بله بیا بعدا راجع به صحبت میکنیم. میخوام